لیز خوردم ولی هیچیم نشد. دستام بعد من دستام زده بود. ایوه پرواز کردم ما بریم پایین. کجا؟ خب سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. اومدیم با یه ویدیو دیگه این هفته. خب میخواستم بگم کانال چیکار میخوام بکنم، هدفمون چیه که کسی که میاد مثلا داخل کانال ویدیو میخواد ببینه چیز نشه. این پسره چیکار میکنه چند با خودش اینا. امیدوارم صدا آب زیاد نگیره چون صدا آب خیلی زیاده. بعد اون برم اتوبانه، صدای ماشین و آب و همه چی هستش، ولی اینطوری نشستم یه ذره داد بزنم صدام خوب بیاد براتون. توی این کانال چیکار میکنیم؟ فعلا تا که هوا خوب بشه، تا جایی که بتونم و فستیوال ها چیزایی که داخل، تا جایی که بتونم براتون تو ایالت آلبرتا شهر کلگری فستیوال هایی که هستش اینا انجام بشن براتون ویدیو میگیرم. این از زمستونش. تابستون ها همینطور فستیوال های خیلی مختلف هستش، اونا براتون ولاگ میگیرم، ویدیوهای روزمره یا داخل هفته چیکار کردم اینا. شاید مثلا برای یک هفته ویدیو یک هفته رو تیکه از روزهای مختلف بذارم براتون، مثلا کارهای کوچیک انجام بدم. اینطور ویدیو براتون جدیدا میخوام بسازم، یعنی شنبه یک شنبه دوشنبه همینطور داخل هفته که کارهایی که انجام میدم، کارهای باحالو یه تیکه ویدیو میگیرم، یه 2 دقیقه 3 دقیقه همینطوری برای یه هفته رو براتون میذارم. بعد بیشتر دوست دارم ویدیوهای کمپ اینطور چیزا بیاد. فعلا هوا سرده، تجهیزات کامل ندارم که بتونم برم تو زمستون کمپ کنم. خیلی خوشم میاد ولی به احتمال زیاد تا سال آینده، چون یه کمی کار کنم و پس انداز کنم که بتونم وسایلی که نیاز دارم برای کمپ زمستونی رو بخرم براتون. بعد که خریدم ویدیوهای کمپ های زمستونی هم میاد. 24 ساعته کمپ زمستونی میخوام درست کنم، ویدیوهای خیلی باحال قشنگ دیگه میخوام برای زمستون اینا تا سال آینده وسایلمو کامل کنم که سال آینده زمستون اومد خیلی ویدیوهای قشنگی براتون بگیرم که از ویدیو خوشتون بیاد و ویدیوها رو ساپورت کنیم. این از این. بعد یک چالش دیگه هم هستش، تقریبا تابستون که میخواد بشه، هوا که یه ذره بهتر شد، اینجا تا بنف هم لیک لوئیس که رفتم براتون ویدیو گذاشتم. به احتمال زیاد اینجا اگه تونستم براتون میذارم، یا برید داخل کانال روی دریاچه یخزده که رفتم تو لیک لوئیس اونو ببینین. تا اونجا میخوام با دوچرخه یه چالش هستش، چالش رو میخوام برم که تا اونجا تقریبا 140 کیلومتر مسافت داره، یعنی فاصله داره این شهر تا بنف، که تقریبا خونه ما تا اونجا 139 کیلومتر 138 کیلومتر همچین چیزاییه که این مسیر میخوام با دوچرخه تا اونجا برم، یا اونجا برادرم ببره من بذاره که بعد برگردم تا خونه با دوچرخه یکی از اینا رو انجام میدم. به احتمال زیاد منو ببرم اونجا بذارم بعد با دوچرخه برگردم، خیلی منطقی تره تا اینکه من برم زنگ بزنم بیاد منو بگیره، چون راه بیفته بیاد یه ذره طول میکشه. این چالش رو میخوام انجام بدم. 140 کیلومتر با دوچرخه رفتن کار خیلی آسونی نیست، تقریبا 8 ساعت 9 ساعت باید با دوچرخه پا بزنی. جوری که حساب کردم هر دقیقه 300 متر باید با دوچرخه طی کنی. دوچرخه سوارای حرفه‌ای اینو براشون مثل آب خوردن انجام میدم، ولی من یه دوچرخه سوار نرمال که هستم برام خیلی سخت انجام بدم. این یکی از چالنجامو میخوام انجامش بدم که هر روز تقریبا 20 کیلومتر دوچرخه میرم. الان تقریبا از
آدرس رو بدنم چند کیلومتر شده. از خونه تا اینجا هم تقریبا میدونم 1 ثانیه. ها از خونه تا اینجا تقریبا 11 کیلومتر. تو این 16 با ماشین زده. با دوچرخه 40 دقیقه میگه. آره با دوچرخه 30 دقیقه. این بالا میبینه با دوچرخه 30 دقیقه زده. و این مسافتی که رفتم تا یعنی میام چیزی که میخوام برم و بهتون نشون بدم. چیزی که میخوام برم چیزی که میخوام برم چون الان یه 14-15 کیلومتر اومدم این بر مسافت طولانی‌تر نشون میده. 150 کیلومتر نشون میده. نمیدونم واضح میبینی یا نه. وایسا من کلیک کنم. آره اینو میبینی 150 کیلومتر نشون میده اینجا. خب ولی من تقریبا 15-16 کیلومتر از خونه دورترم. 16 کیلومتر خورده از خونه دورترم که تا اینجا نیم ساعت 40 دقیقه طول میکشه. خب فکرش کنید هر 16 کیلومتر حالا شما بگیریم 20 کیلومتر یه ساعت من برم. خب بعد از چند ساعت خسته میشم. بعد مجبورم چی میگنش استراحت کنم بین هر چند کیلومتر که انرژی برام بمونه تا خونه بیام یا تا بنفه بتونم برم. تا اونجا بتونم برم به احتمال یه ماشین چیزی زنگ بزنم از خونه یکی من عیره بگیره بیاد خونه. میگم 150 کیلومتر کار خیلی آسونی نیست. باید هر روز 20 کیلومتر 40 کیلومتر اینا داخل شهر تا همینجا بیام دوباره برگردم خونه تقریبا اوکیه. ولی بدون استراحت این کارو باید بکنم. استراحت بکنم یه استراحت 5 دقیقه اینا انجام بدم بین راه بعد دوباره انجام بدم. چون این کیلومتر اومدن شاید به فکر خیلی 15-16 کیلومتر چیزی نیستش. آره چیزی نیستش. منم بچه سنم کوچیک‌تر بود خیلی زیادتر از اینا رو یادم تو 35 دقیقه میرفتم. تقریبا 20 کیلومتر تا باغچه داشتیم. یه باغچه خیلی باحال داشتیم داخل ترکیه. از خونه اون داخل تا باغچه تقریبا 20 کیلومتر خورده بود. این مسافت رو من 4 سال پیش بدون توقف یه راست میرفتم. هیچ مشکل نداره. بعضی جا حالا یواش میکردم، نمیگم یواش نمیکردم، ولی یک راست میرفتم. سرباله اینا نداشت، صاف بود را. اون تقریبا 35-40 دقیقه طول میکشید 20 کیلومتر میرفتم. زمانشو گرفته بودم که چند دقیقه میرسم چند دقیقه نمیرسم. رکوردم 35 دقیقه بود. اونم خیلی با سرعت داشتم میرفتم. بعد اینطوریه. ولی الان نمیتونم چون به خصوص تو کرونا گرفتم. بعد ششام آسیب دید، ریام آسیب دید. بعد نمیتونستم حتی بدوم. موقعی که میدویدم انگار یکی با چنگک انداخته چند تا وزن انداخته تو ششام اینطوری پایین میکشه. اصلا نمیتونستم بدوم. الان نسبت به اون موقع خیلی خوبم. تر زمان کرونا 2000 چند بود؟ 2020 بود، 2021 بود، 2019 کی چند سال رد شد؟ what the fuck من 5 سال رد شده از کرونا. چطوری نمیدونم. حالا بماند. من تا تقریبا تا 2 سال و نیم پیش نمیتونستم بدوم. اینطوری بهتون بگم ریام داغون شده بود. اصلا یه وضعی بود. راه میرفتم خسته میشدم. اینطوری بهتون بگم. بعد هر روز ورزش کردم. این بر اون بدو دو شخص سواری خیلی زیاد کردم. و اینا به خصوص یواش یواش بهتر کردم. الان یه کمی مشکل دارم، تنفسم بد میشه، ولی همه الان یه نفسم کم اومد. نفس کم میارم ولی شما بگید بعد یه مدت اوکیش کردم. اینطوری ادامه بدم تا چند سال دیگه خیلی بهتر میشه. شاید همین امسال خیلی بهتر شد. خیلی چون هوای این شهر که هستش خیلی تمیز و خوبه. یعنی هوا عالی. یعنی اصلا نمیتونم بهتون بگم چقدر خوبه. بعد برای همین گفتم روز صبح زود بیام این برای اینا ورزش کنم. الان صبح نیست، تقریبا ظهر ساعت 2
میکنم ولی بازم اوکیه. میام هیچ موقع ناشکری نکنیم. بهار تابستون به احتمال زیاد ورزش رو یه ذره بیشتر کنم. عینکام هم یادم رفت که میزدم چشام داغون نشه. چشام عسلیه. چشام عسلیه به خاطر همین چیزه. شما بگیم موقعی که نور میزنه دیدم خیلی بد میشه. کسی که چشاشون رنگیه از یه لحاظ چشاشون رنگی خیلی قشنگه، از یه لحاظ هم آفتاب به چشای رنگی میخوره در جا کور میشه. اینطوری بهت بگم نمیتونم بگم چون چشای رنگی موقعی که نور زیاد میخوره یه جوری فکر کنم چشای رنگی که به دنیا میاد یه جوری در برابر نور خیلی ضعیفه. حالا نمیدونم چرا این بحث اومد، حالا دارم بهتون بگم شاید یه ذره چی میگن اطلاعات عمومیتون بره بالا. خب دوستا شعار گوشیم تمام شد. داشتم میگفتم اومدم دوچرخه رو بگیرم، دوچرخه زنجیرش افتاده. الان من این کی اینو بیاد درست کنم. شما اینو بمونید زنجیر دوچرخه افتاده، میبینی زنجیرش افتاده. موقعی که افتاد این عقب رو حال بده بیاد جلو یه ذره شل شه. این پایین بگیریم بیار بالا. انداختیمش به همه آسونی، ولی خب بدبختیش اینه که الان دستامون کثیف شد. یک کوچولو چیز شد. شما بگید دستامون کثیف شد. دستامون که کثیف شده تو دوچرخه میزنیم. الان مثلا گوپرو رو گرفتم و اینم کثیف شد دیگه. باید بریم خونه تمیزکاری. کی حوصله داره اینا رو تمیز کنه؟ هدفمون این شد که 140 کیلومتر تا بنف و با دوچرخه میخوایم بریم دیگه. ویدیوهای طبیعت گردی بیشتری میخوام براتون بگیرم. کانالو میخوام حداقل تا تابستون به 10,000 اینا برسونم اگه بتونم. فعلا که 24 تا بیشتر نیستیم. مرسی که به خاطر که هستین و حمایت میکنین از مثلا خانوادم کنار دوستایی که هستن. دمتون گرم که مرسی که هستین که حمایت میکنین یا کسایی که میان ویدیو رو میبینن حمایت بکنین. خیلی ممنون. بعد از پارسا، مهدی، مرتضی دوستای نزدیکم که هستین اینجا رو اگه میبینین مرسی به خاطر که بهم امید میدین. میگی برو انجام بده. به خصوص سر مرتضی با اون دنسای باحالش اگه تونستم یه دست براتون میذارم دنسای قشنگشو. اگر اجازه بده داشته باشیم ویدیوهاشو. مرسی به خاطر حمایتتون که میگه انجام بده. خودم هم قصدم اینه که اینو 2-3 سال ادامه بدم. برام فرقی نداره کسی نگاه میکنه نگاه نمیکنه، ولی چیزی که خودم دوست دارم و انجام میدم میذارم. بعد ویدیو گرفتن خیلی خوشم میاد. ویدیو گرفتن، عکس برداری، اینا یکی از چی میگنش شما بگین یکی از چیزهای مورد علاقه‌مه که دوست دارم اینا رو انجام بدم. چند وقت دیگه یه پولی جمع کنی اگه بتونم یه درون خیلی قشنگ حرفه‌ای بگیرم بتونم هم باهاش عکس بگیرم هم باهاش ویدیو. فعلا اینطوریه. بعدش در آینده ببینیم چی کارا میکنم. شاید برم فیلم برداری چیزی بشه، کسی نمیدونه. ولی پلانای خیلی واو. ولی برنامه ریزی‌های بلند مدت زیادی دارم که اگه ادامه بدم داشتم میافتم. اینا رو ادامه بدم در آینده خیلی چیزای قشنگتری به وجود میاد. آره دیگه اگه اینطوری پیش برم نمیدونم به کجا میرسم، ولی همینطوری ادامه میدم. هیچ موقع هم مسیرم جدا نمیشم. چون این من قبلا تقریبا 5 سال پیش یوتیوب خواستم شروع کنم. 5-6 سال پیش
حتی شروع کردم ویدیوهای گیم و اینا مینداختم، ولی خب یک مشکلاتی پیش اومد اینا، بعد اون موقع خب دلم نشد نیومد، گفتم با کسی نگاه نمی‌کنم. ولی الان برام فرقی نداره. اون موقع برای مینداختم که یکی نگاه کنه، فهمیدی؟ ولی الان برام فرقی نداره، بخواد بیاد نگاه کنه، دیسلایک کنه، خوشش نیاد، مهم اینه که من تایمم گذاشتم، درست کردم ویدیومو، خودم خوشم اومده انداختم، بتونم یه کاری کنم که شما هم خوشتون میاد که چه بهتر. داری؟ کلا این وسطش یخ زده. اینجا یادم رفت نشون داده. اینجا کلا این وسطش یخه، بغل از زیرش آب میره با دو تا اطرافش. خیلی رودخونه بزرگیه. ولی خب تابستون اینجا براتون راستی تابستون ویدئوهایی دارم براتون اینجا. شنا هم بلد نیستیم، به خدا نکنه دارید چقدر خودمو دوست دارم. یه اسپویلر هم بدم بهتون، تابستون اینجا غرق نشیم خوبه. شنا هم بلد نیستم، حالا یه کارش میکنیم، فهمیدین دیگه.